به خاطر اینستال کردن ویندوز در یک کامپیوتر ابتدا ما داخل از این فلشی که اینجا وجود داره ویندوز بوت کردیم که طریق بوت کردنش هم براتون در ویدیوهای قبلی گفتم. ویندوز بوت کردیم و وقتی بخوایم کامپیوتر خود اینستال ویندوز بکنیم ابتدا کامپیوتر خود روشن میکنیم. وقتی روشن کردیم چون کامپیوتر ما مدلش دل هست F12 را فشار میتونم. در کامپیوترهای HP شما F9 یا اسکیپ فشار میتونیم. ما کامپیوتر خود وقتی روشن کردم F12 را فشار میتونم. به حالت بوت میره. از این فلش که شما انداخته باشین USB استوریج دیوایس میآید. این شما انتر میکنین میره مستقیم در حالت اینستال کردن ویندوز. یکی از کلید صفحه کلیدار فشار. تنظیمات اولیه‌اش است میگه زبانش چی باشه یونایتد استیتس. اینا رو در حالت دیفالتش قرار میدیم. بعد میریم مرحله بعدی نکستش میکنیم اینستالش میکنیم ویندوز. این گزینه که برای ما شما میگه نوعیت ویندوزی را که میخواین شما نصب کنین چی است. ویندوز 10 ایژوکیشن است، ایژوکیشن این است، در حالت انترپرایز است، پرو است. کدام گزینش انترپرایز بیشتر تمام فیچرهاش فعال میباشه، میشه از شما استفاده کنین. ویندوز 10 پرو هم گزینه خوبی است که میشه شما از استفاده کنین. ما حالت پرو رو انتخاب میکنم میرم نکست. میگه پالیسی هایی که از طرف مایکروسافت ویندوز هست شما قبول میکنین یا نه. در صورت که پالیسی ها شما قبول نکنین مرحله بعدی رفتن نمیتونین. باید تمام لایسنس و پالیسی هاش قبول کنین و میرین مرحله بعدی. اپگرید میکنین یا کاستم اینستالیشن میکنین. در حالت اپگرید اگه شما بانین یعنی ویندوز شما دارین ولی ویندوز خود میخواین ارتقا بدین یا نه کاستم اینستالیشن میکنین. کاستم اینستالیشن یعنی ما کلین اینستالیشن میکنم. اینستالیشن چی دارم جدید دارم. 40 جی بی از اینجا چی داره هارد دیسک داره 40 جی بی داره. میگم نکست که بالای همین نصبش کنم. منتظر میشین این 4 مرحله تمام شه. ویندوز ما شما یک دفعه رستارت میشه بعد دوباره بالا میآید. منتظر میشینیم تمام پروسس به صورت اتومات انجام میشه. منتظر میباشیم تمام پروسس و نصب اینستالیشن به صورت اتومات پیش میره. منتظر میشینیم یک لحظه. ادامه مرحله نصب ما رو به اتمام است. میگه ریژن انتخاب کنین. در حالت دیفالتش یونایتد استیتس انتخاب میکنیم به خاطر زبان و تنظیمات بقیهش. یس میگیم. لیاوت کیبورد خود یونایتد استیتس میگیریم. یس. میگه آیا با کدام اینترنتی وصل هستین. برای فعلا میگم نخیر من اینترنت ندارم. تنظیماتی است مربوط کلاود بکاپ کردن اطلاعات ما در فضای ابری که اینا رو فعلا نیاز نداریم. میگیم با لیمیت ست اپ تنظیمات اولیه پیش میریم. اینجا میگه برای لپتاپتون یا برای کامپیوترتون یک نام انتخاب کنین. هر نامی رو که شما دوست داشتین انتخاب میکنین. ما اینجا میمانم که information technology file. میره نکست میکنیم. میگه برای کامپیوترتان پسورد میمانین. من میگم نخیر فعلا نمیمانم. نکستش میکنم. پالیسی هایی که مربوط ویندوز میشه را تایید میکنم.
ویندوز موفقانه نصب شد و حالا قابل استفاده است. میتونید که شما از ویندوز به خوبی استفاده کنین.